پارادوکسم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بریم سراغ یه گیمی که خیلی شناخته شده نیست، اما تیزری دیدم تحقیقی هم که کردم گیم باحالیه به نام سورن و قرار امروز گیم سورن رو بازی کنیم ببینیم چه گیمیه. خلاصه گیم خوبی بود که اینو ادامه دارش میکنیم، پارت بعدیش هم میذاریم. اگر هم نه که دیگه نمیدونم والا، یا آدرزویلد رو میریم یه حرکتی میزنیم. به هر حال حرف کافیه و بدون معطلی بریم سراغ گیم. Remember this house. Find the grail. Restore Camelot. آقای ایتور اینا رو براتون معنی میکنه. معنی میکنی آقای ایتور. چی؟ The Sarwolf. The summon. Explore the area. Adjust your body. بدن خودت رو ارتقا ببخش. نگاه او پشمام. داش اسپیس که میزنیم داش میکنه. Find the way. Find the way forward. راهی به سمت جلو پیدا بکن. اوکی. Reward. در باز کن. ای کانتینی ها. پشمام چرا گیم باحالیه. امیدوارم که همینجوری باشه. آرتور هورز. او باس داره. وای اوی پارم کرد مصطفی. چیرش دادم ای گوخوری ها نکنه. من فکر میکنم گاداوارم یا اینا رو میشکونه. برو بابا. Insert well felt. You are a soul for yeah. من هیچی میگم. Your kind typically don't last long out of here. ای تو اینا رو معنی کنه. معنی میکنی فهمیدی؟ ببین اگه معنی نکنی منم که دفعه بعدی تو رو معنی میکنم. آفرین پسر خوب. وای حاجی ایچون دهه کلام میمیرم. Worry not. نگران نباش. Soulford I'll see you soon. به زودی میبینمت. خب الان چیکار کنم؟ الان چی میشه؟ Unlock. اوه تیکمون داد بهم. finally بالاخره. Welcome to Camera Tower. یاد بلادبورن افتادم. یاد پشمام یاد بلادبورن من انداخت گیم. اکثر سولز لاک هم کنم همینجوری باشه. وقتی که میمیری میای توی دنیای دیگه، توی قسمت دیگه، بعد اونجا میتونی آپگرید کنی. آره پشمام. آها رسیدی به یه جایی. چی؟ گیونیور؟ تاک. Hell, it's rare these days to see a friendly face out here. یعنی یه چهره آشنا. یه چهره آشنا دیگه نمیدونم. These woods used to be such a lovely place. میگه این درخت‌ها باعث میشن که اینجایی که فضای عاشقانه بشه. You look like one of خوردن دم اینجوری دفعه. ایزی بابا. دارم رگبار رو میبندم. وای کارم کردم. وای پاره شد. یا خدا این دیگه چیه؟ سپایدرز بخش. سپیدرز چیه؟ ونوم دمیج. اوه ونوم هم میکنه. لای تک تک هم میخوام ببرم بالا. خیلی بد کوفتیه. دارم میکشمش. کشتمش. تموم. ایزی من. اینم که اصلا بلش. اوه چند تا هن؟ 100 تا هن از این قورباغه.
او برگشتیم. او آها هیل. پول ندارم. پول ندارم. وای باس فایتاش فرق میکنه هر دفعه. یا خدا خب بابا من اونو مثلا آمادگی اونو داشتم. الان این انتخابات خلاصه مهمه. کنم اون ملکه دوباره این ننه اینا بیاد. وای اینجا رو نگاه دور جان جده. این بذار اول بزنم. آرش کردم اینم 100 گل دیگه. بعدم توپ شد خلاصه. خب یال وای این دیگه چی؟ هموناست. آره همونه. آماده ام برات. این دفعه اومدم بزنم جرت بدم. باس واید احمق. خودم خودتو الان داری میزنی. چی جوری امکان داره همچی چیزی مگه؟ یا ابوالفضل پارم کرد. یه دقیقه صبر کن. میتونی با حرف زدن حلش کنی. وایس این بچه تخم سگتو به اینجا بکشم بیرون. اوی حاجی بچه‌هاش هم دارن منو میزنن. خب من چیکار کنم؟ نمیتونم واقعا آماده ام برات. این دفعه اومدم بزنم جرت بدم. چیز میزی اسکین اونم عوض شد. نگاه کن. اسکینو برو. میدونستم گیلش بیشتر میشه. خیلی سخته. وای خیلی سخته. نمیتونم بزنم. بابا یه دقیقه واسه اینجا بزنم. درخواست قبول کردیم. گفت بذار 40 کریستال و با اینه فایت بدونیم. بابا قبوله. اگه خوراک بیاد آج خاک برسر حقیر پدر سر. وای داشت اتکه شد. 20 دیگه هم گرفتیم. مرسی. یا علی این دیگه چیه دیگه؟ این از این چیزه آقاش خونده هاشونو دارن میارن دیگه. بمیر تو اینجا اضافی نکن. گیرش مینداز. ابیلیتیم روی کار نمیکنه. یا خدا خیلی گاون اینا حاجی. میرن رو ترپا خودشون میمیرن. خیلی گاون. بابا دارم خودمو پاره میکنم. نه آقا نمیخوام. طلاه ولی خب نمیخوام. نه ترجیح میدم میشه گوی نخورم برم جلو ببینم تو کجا میری. هیل ندارم. با هیل میشه بهم بدی. وای باس فای تموم کارم. با تشکر. او آروم باش. چیکار رو نگو حیوونه یارو. وای رفتم رو یارو ترپه. گوش برو اون بر بابا. وای پارم کرد. خیلی بد میزنه این. یه نوکرش منو زد دیگه. واقعا مغزم نمیکشه. وای واقعا مغزم نمیکشه. واقعا مغزم نمیکشه آقا. واقعا دیگه مغزم نمیکشه.
خلاصی که مرسی که تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه دوستان. و تا ویدیو بعدی فعلا